در کندوز شماری از راننده های موترهای باربری شکایت دارند که در مسیر راه از آنان کارمندان ترانسپورت، کارمندان ترازوهای بلندتناژ و همچنین پلیس باج میگیرند. این راننده ها میگویند که آنان به وقت و زمان محصول ترانسپورت و مالیات دولت را تحویل میکنند، اما با آن هم در مسیر راه به بهانه های گوناگون مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. احمد جاوید به نمایندگی از دیگر راننده های موترهای باربری هشدار میدهد اگر از سوی ارگانهای مربوطه به این مشکل رسیدگی نشود، آنان فعالیت‌های ترانسپورتیشان را متوقف میکنند. روغ لیسانس جواسر نوی جدید وی ترافیک ته وقایه وای چې بد کوي چې نوی کړي دي. ما کمربند په قرارداد اخیسته په کابل کې اندالې په دغه کمربند کې په هر ولایت کې اسناد نه مني، پیسې مني. هزار کندوز کابل چې کوم ولایت واخې چې زه خپل کې لاړم به پیسې نه یم پرې خپل. از سوی دیگر سید جواد جلالی رئیس ترانسپورت کندوز این ادعای راننده ها را نادرست خوانده میگوید عزیزایی که با شما شکایت کرده یک بار دیگه بیاین به ما این موضوع را مستند ارائه بکنیم تا ما متخلفین جزا بدیم. با این همه عبدالحمید حمیدی قماندان امنیه کندوز میگوید پلیس حق ندارد که در مسیر راه از راننده های موترهای باربری پول بگیرند.